بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد گناه دیگری از گناهان بزرگ میخواهیم صحبت کنیم. گناهی که در موردش میخواهیم صحبت کنیم او عبارت است از تشبه یا تشبیه مردان و زنان به یکدیگر، یعنی مردانی که میخواهند خود را شبیه زنان بسازند و زنانی که تلاش میکنند خود را شبیه مردان بسازند. البته در این عصر ما، در عصر کنونی که ما زندگی میکنیم، با این چنین مخلوقات داریم سر میخوریم. میبینیم تعدادی از جوانان، از پسرها را البته تلاش میکنن که اکت های زنانه بکنن، موهای سرشان را قسم موهای زنها، حتی آرایش میکنن، حالا میکاپ میکنن و ابروهایشان را که گرفتن ابرو برای خانم ها حتی جایز نیست، گناه بزرگی از گرفتن ابروها. حالا جوانان هم، بعضی از جوانان البته تلاش میکنن که ابروهایشان را بچینن و بگیرن تا شبیه زنها شوند. تلاش میکنن لباس های زنانه بپوشن و حتی در طریقه حرف زدن صحبت میکنن که تقلید از زنان بکنن. همچنان در جانب مقابل زنان هم هست، دختران هست که تلاش میکنن خود را پسر بسازن یا مرد بسازن. اکت های زنانه میکنن، لباس های اکت های مردانه میکنن، لباس های مردانه میپوشن، موی سرشان را مثل موی مردها میخوان که کم بکنن و مو بگذارن مثل مردها و رفتار و گفتارشان را شبیه مردها بسازن. واقعا این دو گروه، البته مردانی که میخوان خود را شبیه زنان بسازن و زنانی که میخوان خود را شبیه مردان بسازن، این دو گروه از جمله گروه های لعنت شده است. اینها از جمله کسانی هستند که الله متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را لعن و نفرین کردند. در حدیث صحیح داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الله لعن و نفرین کند آن زنانی را که میخواهند خود را شبیه مردها بسازند، و همچنان و المتشبهین من الرجال بالنساء. خداوند لعن و نفرین کند آن مردانی را که میخواهند خود را شبیه زنان بسازند. اینها مخلوقاتی هستند که از خلقت خود، از هیکلی که الله متعال اینها را بر آن آفریده است، ذات حکیم، اینها او را نمیپسندند، او را قبول ندارند. این واقعا نهایت دوری انسان را از فطرت سلیم نشان میدهد که انسان به همچین چیزی بگراید و به همچین چیزی عادت بکند و یا تلاش بکند که خود را شبیه زنها بسازد یا زنان بخواهند که خود را شبیه مردها بسازند. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: لعن الله المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. خداوند لعنت کند آن مردهایی را که خود را زن میخوان بسازند. اینها نه مرد هستند و نه زن، بلکه مخنث هایی هستند که در حقیقت مردن البته، اما میخوان خود را زن بسازند که زن اینها نمیشه، میماند در وسط. اینها خنثی مشکل میشوند و مخنث خود را میسازند. و همچنان والمترجلات من النساء. خداوند لعنت کند آن زنهایی را که خود را مرد میسازند. آنها مرد نمیشوند اما خود را به زور در زمره مردها میخوان بزنند که مترجلات میشوند. کسانی که با
پوشیدن لباس با اکت ها، با رفتار، با گفتار، با این چیزها میخواهد که مردان میخواهند خود را زن بسازند، زنان میخواهند که خود را مرد بسازند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرماید لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. خداوند لعنت کند آن زنی را که لباس مردها را میپوشد. و الرجل یلبس لبسة المرأة. و آن مرد را نیز الله متعال لعنت و نفرین کند که لباس زنانه، لباس خانم ها را بر تن می کند. واقعا اینها از عجایب مخلوقات الهی هستند. اینجا خانواده ها مکلف هستند. پدر و مادر مکلف است وقتی که میبینن فرزندشان، پسرشان که میخواهد خود را دختر بسازد، اکت های دخترانه کند، مکلف هستند که آنها را منع بکنند، تربیت درست بکنند آنها را. و همچنان وقتی که میبینن دخترشان میخواهد که خود را پسر بسازد، لباس مردانه میپوشد، اکت های مردانه و پسرانه میکند، اینها فامیل ها، پدر و مادر اینجا مکلف هستند که مانع آنها شوند، آنها را تربیت درست کنند. الله متعال میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین شما خودتان را و خانواده خود را از عذاب الله متعال، از آتش نجات دهید. حالا وقتی که پسر ما، دختر ما میرود به سوی کاری که او کار ملعون است، صاحب او کار مورد لعن و نفرین الله و پیامبر قرار گرفته است، اینجا پدر و مادر مکلف است که آنها را متوجه بسازند و نگذارند که آنها ملعون الله و رسول شوند. چون والدین اینجا مسئول است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی از شما مسئول هستید و در قبال مسئولیتتان پرسان خواهید شد. اینجا پدر مسئول هست بالای فامیل، بالای خانواده، باید او پرسان شود در مورد پسر و دخترش. پس در این دنیا باید مسئولیت خود را کما حقه انجام دهد، نگذارد که پسرش خود را به زور دختر بسازد و دخترش خود را به زور پسر بسازد و مورد لعن و نفرین الله متعال قرار بگیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که البته در این قضایا بیشتر یک تعداد خانم ها بیشتر تلاش میکنند که اکت های مردانه کنند، خود را در ردیف مردها قرار بدهند، در حالی که الله متعال جنس مرد و زن را به نوع آفریده است که امکان ندارد اینها کنار هم باشند و با هم برابر باشند، به معنایی که مرد مثل زن باشه و زن مثل مرد باشه. الله کارهایی را به دوش این دو گذاشته که یکی کار دیگری را انجام داده نمیتونه. آیا مردی میتونه که حامل شود، پسری به دنیا بیاره و او را تربیه بکنه و او را شیر بدهد؟ نه خیر، این کار را تنها مادر است که میتواند و تنها زن است که این کار را انجام میدهد. و همچنان کارهای شاقی است در میدان جنگ، در میدان جهاد، کارهای شاقی است که این با صنف زنها، با جسم نازک خانمها موافق نیست. این کارها الله متعال آن کارها را به دوش مردها میگذارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند که صنفان من اهل النار لم ارهما قط. دو گروهی از امت من است که من آنها را ندیدم و آنها اهل جهنم هستند. دو گروهی از اهل جهنم هستند که من آنها را ندیدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند یک گروه قوم معهم سیاط كاذناب البقر یضربون بها الناس. یک گروه کسانی است که برزهایشان قمچین دارند و با این قمچین هایشان مردم را میزنند، یعنی ظلم میکنند به مردم. اینها اهل نار هستند، اهل آتش هستند، اهل جهنم هستند. دوم گروه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که صنف دوم یا گروه دوم که از اهل آتش و از اهل جهنم هست، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را ندیده، زنهایی است که و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، زنانی است که لباس می پوشند اما در حقیقت برهنه هستند، لباس های
تنگ، چسب، نازک که جسمشان هویدا می شود. لباس می پوشند اما در حقیقت برهنه هستند. مائلات ممیلات، از راه حق، از صراط المستقیم منحرف می شوند، به کجی می روند، کجروی را اختیار می کنند. ممیلات، دیگران را هم برای انحراف و کجی می کشانند. رؤوسهن کاسنمة البخت، سرهایشان بلند بلند است مثل کهانهای شتر. این نوع زنها و آن مردهایی که قبلا ذکر شد که به دستهایشان قمچین هایی است که توسط آن ظلم میکنن، مردم را میزنن، این زنها لا يدخلن الجنه، زنهایی که لباس میپوشند اما در حقیقت برهنه هستند، لباس های نازک، تنگ، شفافی میپوشند که جسمشان معلوم و آشکار میشود، اینها در بهشت داخل نمیشوند. لا يدخلن الجنه، در جنت و در بهشت داخل نمیشوند. ولا یجدن ریحها، و بوی جنت هم به مشام اینها نمیرسد، در حالی که بوی بهشت از فاصله های بسیار دور احساس می شود و به مشام مؤمنین میرسد. پس این گروه از زنها که میخواهند لباس های مردانه بپوشند، عکت مردانه بکنند، یا لباس های میپوشند که اصلا جسم آنها را نمیپوشاند، عورت آنها را نمیپوشاند، اندام آنها را نمیپوشاند، لباس میپوشند اما در حقیقت برهنه هستند و سرهایشان هم پشت سر هم بلند بلند مثل کهان شتر، اینها در بهشت وارد نمیشوند و بوی بهشت هم به مشام اینها نمیرسد، در حالی که بوی بهشت از فاصله های بسیار دور به مشام مؤمنین البته میرسد. از نافی روایت است، نافی میگوید که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمرو در نزد زبیر ابن عبدالمطلب بودند که یک خانم آمد، گوسفند به دست داشت، کمانی هم به گردن انداخته بود. عبدالله ابن عمر پرسان کرد که ارجل انت ام امرأه، تو مرد هستی یا زن؟ زنکه کمان در گردن انداختگی خود را شبیه مردها ساخته، گوسفند هم داره با خود. عبدالله ابن عمر پرسان کرد که ارجل انت ام امرأه، آیا تو مرد هستی یا خانومی؟ او خانم گفت که من خانم هستم. اینجا عبدالله ابن عمر فرمود که ان الله لعن على لسان نبیه المتشبهات من النساء بالرجال، وقتی که تو زن هستی، خانم هستی، پس مثل خانم ها باش. این چیست که لباس مردانه، کمان را مثل مردها در گردنت آویزان کردی، عکت مردانه کرده روان هستی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدیم که فرمودند الله متعال لعنت کند آن زنها و آن خانمهایی را که خود را شبیه مردها می سازند. و از جمله چیزهایی که باعث لعنت خانمها می شود این است که زینت و آرایش و این چیزهای خود را اظهار بکنند، یا خوشبو بزنند، عطر استعمال بکنند در جایی که به مشام نامحرم برسد این عطر. این کارهای جاهلانه است که باعث لعن و نفرین خانم ها می شود. البته تنها خانم ها خودشان را نی، بلکه بعضی وقت مردها را نیز این خانم ها هستند که به انحراف می کشانند، به فساد و فتنه می کشانند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که اطلعت علی النار فرأیت اکثر اهلها النساء. من در حدیث خواب است و یا در حدیث معراج هست که میگن به جهنم سر زدم، جهنم را دیدم که اکثر اهل جهنم خانم ها بودند. در بعض روایت میآید که علت کثرت
وجود خانم ها در جهنم این است که آنها یک لعن و نفرین داود اشنام خیلی زیاد میدهن، بددعا میکنن، لعن میکنن و دیگر ناشکری و ناسپاسی خیلی زیاد میکنن. این دو گناهی است که باعث میشود اکثر خانم ها در جهنم باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرماید ما ترکت بعدی فتنه هی اضر علی الرجال من النساء. من هیچ فتنه را نگذاشتم که برای مردها بزرگتر باشد از فتنه زنها. هیچ فتنه بزرگتر از فتنه زنها برای مردها نیست. واقعا زن وقتی که منحرف می شود تنها خودش منحرف نمی شود، اینجا با خود مردان را نیز منحرف می کند. وقتی که به کجی می رود خانم، اینجا مردهای را نیز با خود به کجی می برد. وقتی که زن در راه راست بود، مردهای زیادی برای راست می شوند، شوهرش برای راست می شود، فرزندانش برای راست می باشند. ما می بینیم بسیار از خانواده هایی که پدرشان بی‌پروا هستند، حتی در بسا موارد معتاد هستند، معتاد مواد مخدر هستند، هیچ اهتمام و اعتنا توجه به اولادها ندارند، به فرزندها ندارند، اما در خانه مادر صالحی است، خانم نیکی است. این خانم فرزندان آن مرد ناصالح را صالح تربیت می کند. اما اگر پدر هر قدر صالح و خوب باشد که مادر برای فساد و غلط رفت، اینجا تربیت سالم فرزندها تقریبا محال می شود، از ناممکنات می شود. مادر فاسد شد، خانواده فاسد می شود. اما پدر اگر فاسد شد، ضروری نیست که حتما خانواده هم فاسد شود. بعضی وقت فاسد می شود و بعضی وقت فاسد نمی شود، خصوصا وقتی که خانم خانه، مادر خانه برای راست باشد، به صراط المستقیم باشد، پایبند تعلیمات اسلامی باشد. البته نمونه های زیادی از چنین مادران را ما در تاریخ داریم و فعلا هم میبینیم. پدر معتاد است، در یک جای زیر یک پل افتاده، مصروف اعتیاد و چرس و هروئین خود است، اما مادر در خانه زحمت میکشد، فرزندان همان مرد معتاد را تربیت سالم میکند، به مدرسه میفرستد، به مکتب میفرستد. پدر اونجا معتاد در زیر پل خواب است. این گونه خانواده خیلی هستند. اما اگر این مادر فاسد باشد، پدر که فاسد می شود و فرزندها هم به فساد می روند و فاسد می شوند. پس التزام و پابندی خانم ها به تعلیمات اسلامی بسیار مهم و بسیار ضروری است. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بزرگترین فتنه برای مردها زن هاست، چون زن منحرف شد مردان زیادی را با خود منحرف می کند. اما زن اگر برای راست بود، مردان زیادی را برای راست تربیت می کند. اگر مردان دیگری را نتوانست، فرزندان خود را که برای راست تربیت می کند. پس امیدوار هستم که خواهران ما متوجه این امر باشند. همیشه ما عزیزان را در پایان این قسمتی از برنامه‌های گناهان کبیره که در مورد مردان و زنانی بود که تلاش میکنن خود را شبیه یکدیگر بسازند، مردانی که میخواد شبیه زنها شود یا زنهایی که تلاش میکنن خود را شبیه مردها بگردانند، که هر دو گروه ملعون هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موارد لعن و نفرین آنها را قرار داده است. الله همه آنها را توفیق و هدایت نصیب بکند که به خلقت که الله حکیم آنها را به صورت و اندامی که الله آفریده است با آن راضی شوند و خلقت الله متعال را تغییر ندهند، خود را مخنث و مترجل نسازند. تا برنامه بعد و قسمت بعد گناهان کبیره، همیشه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.